در دل شب‌های تار مدینه، زمانی که آسمان از ستارگان پوشیده بود و صحرا در سکوتی سنگین فرو رفته بود، ندای حق در دل مردانی برخاست که دل به پیامبر خدا سپرده بودند. سالها بود که اسلام جوان در محاصره دشمنان سرسخت قرار داشت. قریش در مکه، یهود در خیبر و منافقان در دل مدینه. اما رسول خدا صلی الله علیه و آله با ایمانی استوار پرچم توحید را برافراشته بود. یارانش هر چند اندک در کنار او ایستاده بودند. خیبر، دژ مستحکم یهود، سرزمین نختهای بلند و قلعه‌های نفوذناپذیر بود. دروازه‌های آهنینش چون کوه استوار بر زمین می‌نشست و برج‌های دیدبانش بر فراز آسمان قد می‌کشید. سالها بود که قبایل یهود در این سرزمین گرد آمده بودند. زره‌ها اندوخته، شمشیرها ساخته و گنجینه‌ها انباشته بودند. آنان می‌پنداشتند که این قلعه‌ها آنان را از دسترس هر خطری دور خواهد داشت. اما آنان غافل بودند که ایمان از دیوارها بلندتر است و اراده خداوند از هر آهنی سخت‌تر. پیامبر اکرم یارانش را به سوی خیبر فراخواند. صدای گام‌های سپاه اسلام شنهای صحرا را می‌لرزاند. پرچم سبز پیامبر در دست مهاجران و انصار چون پرنده‌ای در باد می‌رقصید. آنان آمده بودند تا دژهای ظلم را فرو ریزند و نوری تازه در قلب عربستان بیفروزند. روزهای نخستین نبرد سخت گذشت. قلعه‌های خیبر یکی پس از دیگری مقاومت می‌کردند. هر بار یکی از فرماندهان سپاه اسلام به میدان می‌رفت، با زخم‌ها و شکست باز می‌گشت. یهودیان از فراز برج‌ها تیر می‌انداختند و سنگ می‌غلطاندند. مسلمانان در زیر باران تیر و سنگ خون دل می‌خوردند. روزها گذشت و خستگی بر چهره یاران نشست. زمزمه‌ها در میان سپاه پیچید. آیا ما توان گشودن این قلعه‌ها را داریم؟ آیا این دژها از ما نیرومندتر نیستند؟ اما رسول خدا با نگاهی آسمانی آنان را به صبر فرا می‌خواند. او می‌دانست که این میدان جای ایمان است، نه جای تردید. سپاه مسلمانان از شکست‌های پیاپی دلسرد شده بودند. زمزمه‌های ترس در میان صفها می‌پیچید و چشم‌ها پر از تردید بود. همه در انتظار معجزه‌ای بودند تا دلهاشان آرام گیرد. در یکی از شب‌ها، هنگامی که آتش‌های خیبر در قلعه‌ها زبانه می‌کشید، پیامبر در میان یاران برخاست و فرمود: به خدا سوگند، فردا پرچم را به دست مردی خواهم سپرد که خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسولش او را دوست دارند. مردی که از میدان نمی گریزد و خدا به دست او فتح را خواهد آورد. سپاه در شگفت فرو رفت. هر یک در دل آرزو می کرد که آن پرچم فردا نصیب او شود. آن شب نگاه‌ها پر از انتظار بود، اما پیامبر در دل می دانست که فردا روز علی است. روز شجاعی که ایمان در جانش می جوشد و عشق در خونش روان است. صبحگاهان سپیده از افق سر برآورد. مسلمانان گرد آمدند. پیامبر نگاهی به صفها انداخت و پرسید: علی کجاست؟ یاران گفتند: یا رسول الله، چشمانش دردی سخت گرفته و او در خیمه است. پیامبر فرمود: او را نزد من آورید. علی ابن ابی طالب را آوردند در حالی که چشمانش از درد سرخ بود. پیامبر با دستان مبارکش بر چشمان علی دمید. ناگهان نور شفا در دیدگانش نشست. درد رخت بربست و نوری تازه در نگاهش تابید. علی برخاست، شمشیر ذوالفقار را به دست گرفت و چون شیری آماده نبرد شد. آری، اینک مرد میدان رسید، همان که پیامبر وعده داده بود. پرچم اسلام بر دستان علی برافراشته شد و قلب سپاه از امید پر شد. علی علیه السلام با گام‌هایی استوار به سوی قلعه خیبر رفت. صدای گام‌هایش در دل سنگ‌ها می‌پیچید. از بالای برج‌ها جنگجویان یهود با شگفتی به او می‌نگریستند. آنان می‌دانستند که این مرد همان شیر خدا است، همان که در بدر و احد و خندق زمین را به لرزه درآورده بود. در میدان پهلوان یهود مرحب با زرهی سنگین و شمشیری درخشان پیش آمد. او مردی بود بلند بالا و نیرومند که نامش لرزه بر اندامها می‌افکند. با غرور فریاد زد: ای عرب، آیا مردی هست که به نبرد من آید؟ من آنم که مادرانم مرا مرحب نامیدند. جنگاور خیبر، آزموده در میدانها، کشنده پهلوانان. سکوتی سنگین بر میدان افتاد.
سپس علی قدم پیش نهاد و بانگ برآورد: منم علی، فرزند ابوطالب. من آنم که در میدانها آزمودم، در بدر و احد قهرمانان را به خاک افکندم. اینجا منم که به سوی تو می آیم ای دشمن خدا. میدان به لرزه درآمد. دو شمشیر در آفتاب درخشیدند. دو قهرمان همچون دو کوه رو در روی هم ایستادند. ضربه‌ها یکی پس از دیگری فرود آمد. شراره‌های آتش از برخورد آهن با آهن برمیخاست. یاران از دور نفس در سینه حبس کرده بودند. مرحب با فریادی سهمگین شمشیرش را فرود آورد، اما علی چون صاعقه از جا جست و با ذوالفقار ضربه‌ای کوبنده بر سر مرحب فرود آورد. شمشیر کلاه خود و سر دشمن را شکافت و مرحب آن پهلوان نامآور بر خاک افتاد. فریاد الله اکبر سپاه اسلام صحرا را پر کرد. علی علیه السلام پس از پیروزی یاران را هشدار داد که به زنان و کودکان آسیبی نرسانند و با اسیران مهربانی کنند، زیرا او تنها برای عدالت می جنگید، نه برای کینه و انتقام. اما داستان اینجا پایان نیافت. دروازه قلعه همچنان بسته بود، دری آهنین سنگین‌تر از آن که با دست‌های عادی تکان بخورد. مسلمانان کوشیدند اما نتوانستند. در این لحظه علی قدم پیش گذاشت. با یاری خداوند دستانش بر در قلعه نشست. ناگهان گویی زمین به لرزه افتاد. علی در قلعه را از جا کند و آن را چون سپری در دست گرفت. یاران با حیرت می‌نگریستند. دروازه‌ای که ده‌ها مرد توان جنباندنش نداشتند، اینک در دستان یک مرد بود. علی علیه السلام فرمود: به خدا سوگند، من آن در را با نیروی بشری نکندم، بلکه با نیروی پروردگار و تأیید الهی بود. با این گشایش مسلمانان چون سیلی خروشان به قلعه درآمدند. فریادها و تکبیرها بر آسمان برخاست. قلعه در هم شکست و خیبر یکی پس از دیگری سقوط کرد. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: این پیروزی نه به نیروی بازو، بلکه به ایمان و صبر شما عطا شد. خداوند است که دژها را می گشاید و دلها را آرام می سازد. این بود فتح خیبر، روزی که ایمان بر کفر چیره شد، روزی که شجاعت علی علیه السلام در تاریخ جاودانه شد. آن روز نه تنها دژی فرو ریخت که پرده‌ای از عظمت انسان مؤمن بر جهان گشوده شد. این است داستان شیر خدا، حیدر کرار، فاتح خیبر. فتح خیبر تنها فرو ریختن دیوارها نبود، بلکه فرو ریختن دیوار ترس در دل مؤمنان بود. آن روز ایمان بر شک، عشق بر نفرت و نور بر تاریکی چیره شد. در داستان بعدی داستان مردی رو خواهیم شنید که عصایش به فرمان خدا اژدها شد و دریایی در برابرش شکافت. حضرت موسی.